حامد داداش میشه از این حال بیای بیرون؟ دنیا که به آخر نرسیده. داداشی میدونی از چی ناراحتم؟ از اینکه من مثل کف دست صاف و صادق بودم باش. داداش صداش میکردم. از این ناراحتم که از خودی خوردم نه غریبه. داش مهدی بعضیا اصالتشون رفته، کثافتشون مونده. بعد از زندگی پاکشون کنه. اون مثل داداشم بود، یعنی اگه نگرانی داشت یا کم بود، ناهمواری داشت راش یا کج بود، گذر ماها سخت بود و ناراحت بود، یکی کنارش تا آخر بود، حتی اگه باز باهاش قر بود. دغدغش دغدغم بود، خندش قهقهم بود، بعد با شر حامد خیلی حالم بده، نمیخوای هیچ کاری بکنی؟ ببین میتونم حالتو خوب کنم ولی نمیکنم. چرا؟ چون وقتی حالت خوب میشه